سلام، من و همکارانم نثار شما عزیزان بیننده و شنونده این بخش خبری امروز شنبه 24 فروردین 98 خورشیدی. احضار اعضای شورای روستای حسن نوران از توابع اشنویه از سوی سپاه پاسداران. بر اساس خبرهای منتشر شده، طی روزهای گذشته اعضای شورای روستای حسن نوران از توابع اشنویه به علت برگزاری مراسمات و آیین‌های نوروزی امسال و همچنین اعتراض شهروندان این روستا به نیروهای سپاه مبنی بر ممانعت از برگزاری مراسمات نوروز از سوی عوامل وابسته به سپاه احضار شدند. گزارشات حاکی از آن است که نیروهای سپاه پاسداران با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنین روستای حسن نوران به این روستا یورش برده و پس از ضبط موبایل ساکنین بدون ارائه حکم قضایی آنها را احضار کردند. در روز برگزاری مراسم نوروز، سپاه پاسداران به محل برگزاری آیین‌های نوروزی در روستای حسن نوران یورش برده و با شرکت کنندگان درگیر شدند که در طی این درگیری‌ها 6 شهروند با هویت حیدر شیخ محمدی، محمد اسدی، حامد رشیدپاک و حمزه مامقادری اهل روستای علی آباد و مولود فتح‌اللهی و سلیمان داستار اهل روستای حسن نوران به اداره اطلاعات اشنویه احضار شدند. انفجار مین در منطقه شرهانی در دهلوران حادثه آفرید. اخیراً برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی با یک تیر مین خنثی نشده منجر به مصدومیت راننده بیل مکانیکی از ناحیه سر و صورت و سینه وی شد. این راننده جهت مداوای پزشکی با کمک نیروهای امداد به بیمارستان منتقل شد. لازم به ذکر شهرستان دهلوران حدود 220 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد و در دوران جنگ ایران و عراق بارها مورد هجوم قرار گرفت و همکنون نیز اثرات ناشی از جنگ و بی‌توجهی کارگزاران رژیم اسلامی در قبال این شهرستان کماکان مشاهده می شود. با وجود گذشت حدود 30 سال از پایان جنگ ایران و عراق، همچنان قسمت‌هایی از این شهرستان آلوده به مواد منفجره است و در برهه‌های مختلف زمانی شاهد برخورد افراد و به ویژه مرزنشینان با انواع مین بوده ایم که متاسفانه با مجروحیت یا کشته شدن آنها همراه بوده است. قابل ذکر است که در جریان سیل اخیر در کردستان شاهد روان شدن مین‌های کاشته شده در شهرها، روستاها و همچنین اراضی مسکونی و کشاورزی بودیم و تاکنون هیچ اقدامی در جهت پاکسازی و خنثی کردن مین‌های دوران جنگ و همچنین مین‌های کاشته شده کنونی از سوی نیروهای مسلح ایران صورت نگرفته است. تداوم کشتار کولبران و کاسبکاران از سوی نیروهای مسلح ایران. در ادامه کشتار کولبران و کاسبکاران در مناطق مرزی کردستان، پنجشنبه برابر با 22 فروردین ماه سال جاری، نیروهای نظامی رژیم اسلامی به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند و در نتیجه یک کولبر با هویت مجید جلیلپور از اهالی بخش قطور از ناحیه پا به شدت زخمی شد. گفتنی است که این کولبر کر جهت مداوا به مراکز درمانی ارومی منتقل و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است. در همین ارتباط طی روزهای گذشته یک کولبر جوان با نام بهروز چتوزاده اهل روستای توره از توابع خوی به ظن حمل کالای قاچاق مورد هدف مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. لازم به ذکر است که به سبب نگاه صرفاً امنیتی و سیاسی حکام رژیم به کردستان و همچنین قاچاقچی خواندن کولبران از سوی کارگزاران رژیم اسلامی، هر ساله جمعی از کولبران و کاسبکاران در مناطق مرزی کردستان با شلیک نیروهای نظامی ایران کشته و زخمی می شوند. در پی سیل اخیر در پلدختر و معمولان 1300 کارگر ساختمانی و 4000 کارگر شاغل در دیگر اصناف از کار بیکار شدند. بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد موسیوند دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از بیکار شدن 1300 کارگر ساختمانی در دو شهرستان پلدختر و معمولان در لرستان خبر داد. به گفته این کارگزار رژیم اسلامی، 300 نفر از کارگران در جریان سیل اخیر به کلی خانه و زندگیشان را هم از دست دادند و علاوه بر بیکاری آواره شدند. این در حالی است که از این تعداد فقط به کارگران ساختمانی بیکار شده که تحت پوشش بیمه بودند اشاره دارد.
همچنین موسیوند از بیکار شدن 4000 کارگر در سایر صنوف و کارگاه‌های کوچک و مشاغل آزاد در دو شهر پلدختر و معمولان خبر داده است. عزیزان بیننده و شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.